به خاطر از اینکه من خودم هم حیران هستم، به خاطر از اینکه اگر میخواستن که لغو شود چرا امر کنسرت برای ما میداد و چرا قدر ما باید با زحمت میشدیم، فامیلا خود اعلام کردیم در کابل، عید ما در عید بود، میخواستیم که با مردم شهر شاد باشیم، ولی ما هم نمیخوام که مشتری چی گپ هست بشی در اون هرات اگر این بار نشد خیر بار دیگه. ولی ما آمدیم با دل جان خدمتشان هستم، حتی ای که ما گفتم که اگر با خون جان ها هم اگر تمام شما باید بخوانم، ولی صرف موضوع من نیست. من نمیخوام که خدا نخواسته در کنسرت ما کدام گربدی، کدام جنجال و کدام مرچی هم اگر ببینه به خاطر موسیقی خوب ترسم ازت. من آمده بودم که پیام صلح، پیام برادری و یک تبسم برشان هدیه بکنم، به خاطر اینکه نام کنسرت ما هم یک تبسم بود. میخواستم که به شعری هموطنان ما شیوه و علاقه‌مندان ما را از نزدیک ببینند و برشان از نزدیک از دل و جان بخوانم. طبعا آهنگای جدید خودم میخوانم، آهنگای آلبوم مرید افغانستان میخوانم که آهنگ برای نگهبان خاک ما بود، آهنگ رباب بود، آهنگ الله اکبر بود، یک نعت شریف بود که در رمضان جور کرده بودم، آهنگ برای خانم‌ها میخواندم، برای حق زن، آهنگ برای اطفال میخواندم، آهنگ برای مردم بیچاره و رنجیده افغانستان میخواندم. بالاخره آهنگای میخواندم که همش مناسبتی و همش یک پیام خاص خودم میداشت و مردم حتما لذت میبردن و احساس از این میکردن که ما باید یک جا باشیم، برادر یک دیگه باشیم، با یک دیگه باید محبت داشته باشیم. همین چیزا در نظرم باید برشان این پیام ها را برسانم.